دوستانی عزیز، لیلی و مجنون آمدن، شیرین و فرهاد آمدن، میسی دو دسته گل عروس و داماد آمدن. قدم زیبای شاه ملکه بزم امروز داماد و عروسی نازنین را زیر صوت و نوا از جای برخسته قرصک زنان پیشواز میگیریم. اینک سحرم دولتی بیدار به بالین آمد، گفت برخست که آن خسرو و شیرین آمد. قدح درکش و سرخوش به تماشا بخیرم تا ببینی که نگارد بچه آین آمد. مرحمت داماد و عروسی نازنین. دوستان عزتمند، خویش و اقربا، نزدیکان و پیوندان، هر کدام شما را خوش آمدید میگیم در روز خرسندی. یک روز جان و فرزانه باد و بخت سفید، روزگاری خوش و آسوده برایش تمنا میکنیم. قرصک بزنیم، مبارک باشد. تشکر میگیم از علی هنرمندان که یک نوای خوب و خاطرمان رو برای ما اهدا کردن. دوستانی عزیز، اولا میخواستم یک قرصکی آسمان کف پرمان شود در این لحظه های شیرینی حیات. نه این خیلی نمیشود. قرصک میزنیم. آن همین قرصک های شما بزم ما رو تا انجامی بزم گرم نگه می‌دارد. نکرو جان عزیز، دامادی ارجمند، گل عروسی نازنین، خواهری مهربان ما، به همدیگر زیبنده هستید، شباهت دارید، زیبا هستید، قشنگ هستید. و تخت شاهانه نیست به شما زیبنده است. از این فرصت استفاده میبریم از نام کل باشندگان محفل امشب برای شما بخت و سعادت، روزگاری خوش و آسوده تمنا میکنیم و میگیم که تخت بلند شاهی شد جایتان مبارک. بین میتپد ز شادی دلهایتان مبارک. شد عشقتان فروزان، شد مهرتان گلفشان، امروزتان درخشان، فردایتان مبارک. این تخت و بخت روان زندگی، این خوشبختی ها، این سعادتمندی های لحظه حیات شما برای شما مبارک باشد. دوستان عزیز، یک قرصک پرمد به افتخار خوشبختی داماد و عروس. بینید چقدر به هم دیگر میزیبند و شباهت دارند. مرحمت داماد و عروس براحت باشید، براحت باشید و ما علی هنرمندان محفل شما را تا آباد و زیبا سازیم. براحت باشید، نشینید. و عزیزان دل، دوستان گرامی، خویش و اقربا، اکنون از مهر و محبت برایتان سلام میگوییم، از قلب، از عشق، از مهر، و میگیم که دوباره سوی تو باز آمدم. سلام عزیزم. دوباره زمزمه ساز آمدم. سلام عزیزم. اگرچه پرده جانم به لرزش آمده باشد، چو زهره پرده نواز آمدم. سلام عزیزم. السلام علیکم پدر و مادران عزیز، خویش و اقربا، نزدیکان و پیوندان، خواهرها، برادرها، پدر و مادران عزتمند و قدرشناس که این لحظه وقتی پرقیمتی خویش را دریغ نداشته آمدید تا محفلی حاجیف ها را آباد و زیبا سازید. من از نام این عائله، از نام پدر بزرگوار خاندان اکای اسلامی دین و ینگه صالحه، برای هر کدام شما طبع خوش، روحی بالیده تمنا میکنم و میگم که تو مهمان آمدی، ای جان که میزبان دلم باشی. تو مهمان خداوندی، سرابان دلم باشی. امید از پیکری خورشید، توی پیغامبری امید الهی، پیک ناتکراری پیمان دلم باشی. ما همه مهمانانی که چه از طرف داماد آمدن چه از طرف کلین خوش آمدید میگیم. نوری دیده تاج سر، مرحمت کرده سر دسترخوان نشینید. آخر شیشتنی دارد سر دسترخوان تاجیکی، مزه دارد خوردن یک بردن نان تاجیکی. ای جوانان در آویزید و سر بالا کنید از زمین تاجیکی تا آسمان تاجیکی. البته عزیزان دل، با هم نان شکنید در این وقت پرقیمت ساعتهای زندگی خیش. براحت باشید، طبع خوش داشته باشید، روحی بالیده داشته باشید. و البته این بزم، این خرسندی لحظه است که انسانیت به آن توجهی بیشتر دارد و میخواهد دائما در زندگیش خوشبختی ها بالای خوشبختی باشد. و امروز که آرزوی درینه عائله حاجیفا عملی گشت، پدر و مادر نازنین، و امروز
некрӯзҷони азизам бо фарзонабоно аҳду паймон бастанд ки то абад ошиқона ҷовидона бо ҳам мемонанд ва як зиндагии шоистае барпо медоранд ва ин зиндагии шоиста ибрати дигарон хоҳад гашт. мо низ муборакбод мегӯем, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем. суханро кӯтоҳ мекунем. дӯстони азиз, мерем сари мақсад ки бузурге гуфтааст: бегулу булбул чаман хушбӯй нест, бемуҳаббат зиндагӣ хушрӯй нест. мутрибо оҳанги навро ҷур кун, тӯй берақсу тарона тӯй нест. албатта зеби ҳар маҳфил, зеби ҳар шодию фараҳ, зеби ҳар базми тоҷиконаи мо ба ҷуз суруду тарона дигар чизе наметавонад бошад. аз ин хотир мо суханро кӯтоҳ мекунему саҳнаро дар ихтиёри бонуе месупорем ки бо садояш, бо симояш, бо чеҳраи саҳназебаш тараннумгари маҳфилҳои тоҷикона, базмгоҳи ошиқона шудааст. ҳар яки мову шумо мафтуни садояш ҳастем. мавҷи гул